الهی مامانت خیلی داره زنگ میزنه، نمیخوای جوابشو بدی؟ نه نمیخواد، جوابشو نده. خودت میدونی. مامانت پیام داده شمال خوش گذشت. که چی الان؟ تو واقعا تو رابطه بعد منو میپیچونی با یکی دیگه میری شمال؟ پنپا فکر کردی وای میسم سر ما بشه حقوق تو بگیری منو یه شمال چسکی ببری؟ ببین کافیه من الان استوری بذارم بگم دلم شمال میخواد، 10 نفر ریپلای میکنن، بعدشم اتفاق خاصی نیفتاده، دوستانه رفتم. من که هرچی تو میگفتم چشم، تمام حقوقم هم پس انداز میکردم که 4 روز دیگه بیام خواستگاریت. توهم زدی نه؟ واقعا راجع به خودت چی فکر کردی؟ فکر کردی مادر من میاد منو میده به توی آسوپاس؟ ببین پسر خوب، من اگه تا الانم باهات موندم چون دلم برات سوخته بود که با فضولی کردنت یه کار کردی دلم هم دیگه واسط نسوزه. شماره‌تو نبینم. احمقی گذاشتی رفت. اونی که خیانت میبینه احمق نیست، فقط فکر میکنه قلبی که تو سینه خودش داره تو سینه اون به درد نخورم هست.